سلام دوستان، خوش آمدید به ادامه درس ویندوز سرور. ادامه جلسه قبلی است. جلسه قبلی بحث ما روی دومین کنترلر بود، یعنی چطور سرور ما را دومین کنترلر بسازیم توسط از سرور کامپیوترها را کنترل بکنیم. ما تا قسمت از اینکه چطور در کامپیوتر ما آی پی ست کنیم تا این قسمت خواندیم. امروز میایم ادامه شان پیش میبریم. خب سرور منیجر را باز میکنیم. در قسمت لوکال سرور میایم. ما برای سرور ما نام داده بودیم و همچنان برای سرور ما آی پی ست کرده بودیم که موضوع در جلسه قبلی بحث کرده بودیم. امروز میایم ادامه از این درس. بعد از اینکه آی پی روی کامپیوترهایتان ست کردین، روی سرورهایتان آی پی ست کردین، بعدش بیاین در قسمت داشبورد کامپیوترتان. خود در قسمت داشبورد سرور منیجر آمده در اینجا نوشته است اد رولز اند فیچر. بالای اد رولز اند فیچر کلیک میکنین. نیکست اینا رو ببینیم. دیگه موضوعاتش شما کار نگیرین. ریموت حساب و موضوعات داره. خب اونا رو هم بحث میکنیم. فعلا همین موضوعات را که من میگم شما میره متوجه باشین که چیکاره من انجام میدم. دقیقاً شما به خاطر از اینکه کامپیوترتون دومین کنترلر بسازین، این همین مرحله را که من پیش میبرم شما هم پیش ببرین. خب اینجا نیکست میگیم. بعدش هم میای پیش از شناسایی که در نام کامپیوترمون سرور است نیکست میگیم. خب بعدش در این قسمت چند تا رول ما اد میکنیم به خاطر از اینکه کامپیوتر ما دومین کنترلر شوه. یکی که اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز ایرا اد میکنم من و خب ایکات شوه. دیگه میایم در قسمت دی سرور را اد میکنیم. ایرا اد میکنم. فعلا همینا را نیاز داریم اد میکنیم. خب این سه تا گزینه تیک باشه. یکی پیش فرض است. نیکست میگیم. دوباره نیکست. نیکست میگیم و نیکست. خود دیگه راش شما کار نگیرین و مستقیم اینجا میگیم اینستال شوه. خب اینا ما منتظر میشینیم تا مرحله اینستالیشن مکمل تکمیل شوه. باز میریم ادامه درس پیش میبریم. خب دوستان مرحله نصبی تکمیل شد. فعلا دیگه کاری نداریم. ایره کلوز میکنیم. خب ایره کلوز کرده حالا میبینیم یک بار که دومین کنترلر شده یا نه. تا هنوز دومین کنترلر نشده کامپیوتر ما. یک بار چک هم میکنیم. میایم CMD و در این قسمت CMD آمده نوشته میکنیم IP config بود. IP config کار نداریم. system info. خب تمام انفارمیشن رو میاره بالا میایم. تا هنوز اگر متوجه باشین اینجا OS configuration ما استندالون است، یعنی تا هنوز هم این کامپیوتر ما دومین کنترلر نشده. خب بعد از این که رول ما اد کردیم در این قسمت اگر متوجه باشین یک تا وارنینگ داریم. در این قسمت آمده ایرا پروموت میکنین، یعنی میخواین دومین کنترلر تانه فعال بسازین. در این قسمت بالای پروموت اگر متوجه باشین اینجا وارنینگی که داریم بالای پروموت کلیک کنیم و در این قسمت شما یک دومین براتون مشخص میکنین که قبلا گپ زده بودیم در مورد خود دومین که چی است. از اینجا ما میایم دومین جدید اد میکنم، ثبت میکنم دومین مرا. نام دومین من مثلا است. خب اختیاری سرچ که بتین من روشن میکنم peshcom.com. این نام دومین است و بعدش هم چی میگین؟ نیکست میگین. خب منتظر میشونیم که برای ما را تایید بکنن. مرحله بعدش پیش میریم. ببینید دوستان وقتی من موضوع رو تشریح میکنم شما دقت سر موضوع کنین. یعنی اگر چند گزینه داشت شما پشت از اونایش نگردین. خب بس ما میرسه اونا رو هم برای شما تشریح میکنیم. بعض صنفا رو که من درس میتونم در اونجا دو گزینه است. خب من گزینه اول که تشریح میکنم یگان تا شاگرد سوال میکنه استادم گزینه دومش چه قسمی میشه. خب من میگم که شما می گزینه اولشون گوش بدین من تشریح کنم. باز خیر از گزینه دومشون هم میرسیم بزرگ تشریح میکنم. به این خاطر گفتیم که هر گزینه ای را که من تشریح میکنم شما به مود دقت کنین بعدش اونایش هم برسیم. خب در این قسمت از ما پسورد خواسته. این پسورد چیست؟ این پسورد مربوط به سرور ما نمیشه. کدام وقت امکان داره که یک تعداد مشکلات در سرورتون به وجود بیاید یا مثلا امکان داره که حمله روی همین شبکه شما انجام شود. این باید یک لاگین پسورد داشته باشه که شما این پسورد بتین که متفاوت از پسورد خود سرورتون باشه که وقتی لاگین میکنین. من اینجا نوشته میکنم که admin پسورد مساوی 1212 میگم. باز میگیم admin پسورد مساوی 1212. بعدش این پسورد که دادین اینجا نیکست میگین. خود دوباره نیکست میگین. دیگه گزینه‌هاش شما کار نگیرین.
فعلا هم تو پیش میریم ببینیم که اونمو دومین ما رو هم تایید کنن، پسورد ما هم ثبت شون. خب اینجا دومین ما رو تشخیص داد که دومینش ما به نام پیشگام است، میگیم خب درست است، نکس میگیم. میبینیم که مرحله بعدی چقدر شد. خب این مرحله رو هم نکس میگیم. اینجا مشخصات سرور ما رو میگه که در کجا دایرکتوری هایش ذخیره میشه، اونها شما کار نداریم، صفر میکنیم. و یک چیز متوجه باشین، اینجا تمام این زمین اطلاعات درباره کنفیگوریشنی را که شما در اینجا انجام دادین مکمل برای شما آورده. کوشش کنین وقتی شما یک سرور واقعی راه اندازی میکنین اینی اطلاعات پیشتان باشه. کدام وقت امکان داره که مشکلات در سرورتون پیش بیاید یا مثلا پسورد از یادتان میره، اینی اطلاعات در پیشتان باشه، میتونین که مشکل سرورتان حل بکنین. و اینجا کنترل ای کده کنترل سی میکنین و ایرا میرین در یک صفحه نوتپد یا در صفحه ورد ایرا ذخیره میکنین. فعلا من ایرا کار ندارم چون سرور ما سرور مجازی است، هیچ من نیاز ندارم اینا را. نکس میگم مستقل، شما حتما اونا را پیشتان ذخیره بکنین که نیاز میشه کدام وقت. فعلا منتظر میشینیم که مرحله بعدش چه میشه. خب اینجا برای ما جزئیاتشون آورده، دیگه چیز کار نداره. مستقیم بالای چی کلیک میکنین؟ اینستال. بالای اینستال کلیک میکنین، منتظر میشین که مکمل اینمی بر شما اینستال شوه. در این قسمت برای ما یک ایرور داد، ببینیم که ایرورش چی است. خب ایرور اینجا برای ما گفته که شما اونمو دومینی را که انتخاب کردین، ما قبلا در اینجا یک دمیزی ماشین مجازی خود دمی ویمویر قبلا یک سرور راه اندازی کرده بودم که دومین کنترلر از یعنی دومین از به نام peshgam.com بود. به خاطر ایرور را برای ما داده. ما یک بار کلوز میگم، اثر مییم در قسمت ببینیم که مشکلش میتونیم حل کنیم یا نه. خب در قسمت اثر مییم. ببینید دوستا خوب شده اینی بحث آمد. من یک سرور قبلا اینجا اینستال کرده بودم، دومین کنترلرش هم یا دومینش peshgam.com بود. خب از سر من میایم مثلا میگم که یک دومین جدید من ثبت میکنم، اینجا نوشته میکنم که مثلا peshgam یک پی دیگه اضافه میکنم، باز میگم .com. صحیح؟ یک چیز متفاوت تر باشه که در این ماشین موجود نباشه. خب نکس میگیم، بیا زور قبول نمیکنه. منتظر میشینیم که مرحله بعدش چی میشه. ببینید دوستان این مشکلات که پیش آمد بتونین خودتان اونا را حل کنید. در قسمت ایرور میاد، ایرورشون رو بخونین و مشکلاتشون رو حل بکنین. خب منتظر میشینیم. خب اینجا او پسورد ما وارد میکنیم. گفتیم که پسورد خود سرور ما نیست که شما مثلا اونجا گفتیم که وقتی در سرورتون لاگین میشین یک پسورد داره، این پسورد فرق میکنه. بعضی وقت کدام مشکل روی سرورتون پیش میاد، شما این پسورد رو باید یاد داشته باشین. خب در اینجا میگیم پسورد میگیم admin پسورد مساوی 12 admin پسورد مساوی 12 این را نکست میگین، بعدش هم نکس میگین. منتظر میشین که اینجا دومین ما را تشخیص بدن و اینجا برای ما بگن که نام دومین شما چی است. اینا برای ما گفت که نام دومین شما peshgam p است. خب این peshgam p موجود نیست، این بار حتما قبول میکنن. پیشتر هم به مو خاطر ایرار داده بود. خب اینجا امو دایرکتوری هایی که ذخیره شده اونا رو برای ما میگه، اونا رو ما تغییر نمیدیم. فعلا نکست میگیم. خب اینجا اطلاعاتی است که شما کنفیگوریشنی را که انجام دادین، تمام اطلاعاتش اینجا ثبت شده. این حتما پیشتان داشته باشین. بعدش دوباره نکس میگیم، میبینیم که دیگه کدام کارش مانده. در حال بررسی سرور ماست که بازم مثل پیشتر، چون خب روی قبلا ما این سرور را اینستال کرده بودم روی ماشین، برای ما چک کرد و یک ایرور داد. فعلا اینجا مرحله چک خلاص شد و اینجا گفت که اینستالیشن شما موفقانه بوده. کنفیگوریشن شما باز اینستال کلیک میکنیم که مکمل اینمی کنفیگوریشنی را که انجام داده بودیم یا یعنی رولی را که اد کرده بودیم مکمل پروموت شوه برای ما. منتظر میشینیم، کمی وقت گیر است. خب دوستان اینستالیشن هم تکمیل شد، اینستالیشن هم موفقانه بود. اینجا سکسسفولی گفت یک ریستارت میخواد، کامپیوتر ما را ریستارت میکنه، دومین کنترلر ما در کل فعال شود. خب از ما یک ریستارت خواست، این دومین کنترلر ما مکمل فعال میشه. منتظر میشینیم تا کامپیوتر ما ریستارت شود و برای ما روشن شود، ببینیم که آیا دومین کنترلر شده ای کامپیوتر ما یا نه. خب دوستان تمام
تنظیمات یا کنفیگوریشن که انجام داده بودیم و اپلای شد. اینا رو ببینید دوستا، اگر شما روی کامپیوتر یا ماشینتان اینمی سرور را اندازی کرده بودین، کنترل شیفت کنترل آلت دلیت بزنین، به خاطر از اینکه روی لاگین از بره. ما چون روی ماشین مجازی نصب کردیم در قسمت روی هم سرور ما راست کلیک، بعدش هم اینجا نوشته کنترل آلت دلیت، بالا از کلیک میکنم مرا در قسمت لاگین میبره. اینجا اگر متوجه باشین نام دومین ما آمده، گفته پیشگام پی ادمنستریتور. خب اینجا ما پسورد سرور ما رو نوشته میکنم که پی پی تی پی آی پسورد مساوی 12 اوکی لاگین میگیم. خب موفقانه تانستیم وارد سرور ما شویم. اینا رو چک میکنیم که آیا اینمی کامپیوتر یا اینمی سرور به عنوان دومین کنترلر شده یا نه. تغییرات را که آورده بودیم، کنفیگوریشن هایی را که انجام داده بودیم، آیا ثبت شده یا نه، درست بوده یا نه. میایم در قسمت استارت مینو CMD را باز میکنیم. در قسمت سیستم اینفو نوشته میکنم، میبینم که کامپیوتر ما دومین کنترلر شده یا نه. بالا میریم. دوستا ببینین متوجه باشین در قسمت نوشته است OS configuration، نوشته است primary domain controller. خب دوستا تبریک باشه، این کامپیوتر ما سرور ما دومین کنترلر شد. توسط از ما میتونیم اینالی تمامی کامپیوترهایی که در اینمی شبکه ما جوین میشه اونا رو توسط این زمین کنترل بکنیم، پالیسی هایی که نیاز باشه مکمل روی از اونا اد بکنیم. خب جلسه بعدی این جلسه تمام است. جلسه بعدی بحث خودم میبریم روی از اینکه چطور یک سیستم عامل جوین دومین خود بکنیم. خب امروز بس است. خدایا رو نگهدارتان.